مگه ما با هم حرف نزده بودیم؟ مگه پیگیری ماجرا رو به من نسپرده بودیم؟ برای چی خودتون سر خود رفتین این کارو انجام دادین؟ برای چی گند زدین تو همه چی؟ من خودم بلد نبودم برم تو من آمار اینا رو در بیارم؟ ها؟ نتیجه مد نظرتون این بود؟ نگفتم بفهم ما دنبال فرهادی من به چی خراب میشه؟ گفتم یا نگفتم؟ این عوضی الان میره 7 سوراخ قایم میشه. مگه میشه دیگه اینو پیدا کرد؟ این آدمی که به خاطر دخالت بی جای شما سلاخی شده تنها سرنخ ما برای رسیدن به معیار بود. چرا خودتون رو به اون راه میزنید؟ خب الان چیکار باید کرد؟ یعنی چی خودتون درستش کنین؟ چی داری میگی تو؟ نکنه دلت خوش فرهاد برمیگرده خونه خانواده‌اش. تا کی می‌خواستی مأمور بذاری جلوی در خونه‌ش؟ یه ماه، 2 ماه، 3 ماه چقدر صبر کنم؟ ما فرهادو پیدا کردیم. الانم کلی مأمور بدون که چیزی بدون جلوی مفتوحاش واسطه که برگرده برام بالا سرش. چی برای خودت؟ فرهادو پیدا کردی. پس چرا به من نگفتی؟ تو واسه فرصت دادی؟ این بیشرف وقتی رسید رو مفتوحای فرهاد اون کشیده بیرون که نیروهای کامرانی رسیده بودن. شما دوتا اگه دخالت نمی‌کردید فرهاد الان تو رو مورد گنده اینجا نشسته بود. جواب سوالای منو میداد.